محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تو سن 30 سالگی داره این کشور رو اداره میکنه. شاهزاده سلمان شخصی مرموز، بسیار سائی و جاه طلب هست. این شاهزاده خنده‌رو کی هست؟ یه رهبر آینده‌نگر که قرار عربستان رو از گذشته محافظه‌کارانش دور کنه و یا اینکه یه دیکتاتور بیرحم هست؟ تنها شخصی که تونست تو 3 سال رئیس جمهور آمریکا رو به زانو در بیاره. بهتره من درباره محمد بن سلمان صحبت کنم و شما خودتون تصمیم بگیرین که محمد بن سلمان چجور رهبری هست. اگه آماده هستین داستان پر از فراز و نشیب صعود ولیعهد عربستان محمد بن سلمان رو شروع کنیم. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. خاندان سعود رو مثل یه شرکت و اعضای این خاندان رو هم مثل اعضای هیئت مدیره این شرکت در نظر بگیرید. بنیانگذار و اولین پادشاه عربستان ملک عبدالعزیز است. فرزندان و نوه‌های ملک عبدالله ابن سعود هم اعضای این خاندان سلطنتی هستند. این خاندان رو ناچیز تصور نکنیم چون این خاندان خیلی بزرگ هست. ملک عبدالعزیز از مجموع 23 همسرش صاحب 45 پسر میشه. به هر کدوم از این پسرها شم شاهزاده گفته میشه. پسر 25 ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود هست، یعنی پادشاه فعلی عربستان. ملک سلمان ابن عبدالعزیز هم 5 بار ازدواج میکنه و از 3 همسر اولش صاحب 13 فرزند میشه. ششمین فرزند ملک سلمان ابن عبدالعزیز محمد بن سلمان هست. همه اختیارات عربستان سعودی در حال حاضر تو دستهای این شاهزاده و ولیعهد 36 ساله هست. ولی این اتفاق چجوری افتاد؟ اول نگاهی میندازیم به زندگی شاهزاده محمد بن سلمان. محمد بن سلمان برخلاف برادرها و پسرعموهاش به جای تحصیل تو خارج تصمیم میگیره تو ریاض پایتخت عربستان تحصیل کنه و تو دانشگاه ملک سعود ریاض از رشته حقوق فارغ التحصیل میشه. تو دوران جوانی زیر سایه شاهزاده‌های موفق بزرگ میشه. اون یکی از هزاران شاهزاده‌ای بود که دوست داشتن به رأس ساختار قدرت برسن و برای همدیگه توطئه میچیدن و او در بین این ازدحام خاندان سلطنتی گم شده بود. شاهزاده‌ها تو اداره کشور صاحب سمت‌های مهمی مثل ولیعهد، معاون ولیعهد، معاون نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر اطلاعات میشن. خاندانی رو تصور کنین که توش افراد برای به دست آوردن این سمت‌ها مدام با همدیگه در حال رقابت هستند. محمد بن سلمان حتی تو خود عربستان هم شخصیت خیلی شناخته شده‌ای نبود. هیچ وقت شرکتی رو اداره نکرده بود تا معروف بشه. هیچ تجربه نظامی نداشت. تو دانشگاه خارجی هم تحصیل نکرده بود و حتی یه زبان خارجی هم یاد نگرفته بود. تحلیلگران حتی فکرش رو هم نمی‌کردن که این شاهزاده بتونه ولیعهد بشه. خلاصه اینکه این شاهزاده بین 10 شاهزاده موفق شانسی برای عرض اندام و موفقیت نداشت، ولی هیچ چیز اونطوری که انتظارش میرفت پیش نرفت. شاهزاده محمد بن سلمان همه افرادی که تو این عکس هست رو یکی یکی حذف کرد. سلمان ابن عبدالعزیز تو سال 2009 استاندار شهر ریاض بود. پسرش محمد بن سلمان همه جا تو عروسی‌ها، مراسم ختم و مساجد کنار پدرش حضور داشت. پیوندی قوی بین اونها شکل گرفته بود. سلمان ابن عبدالعزیز پسر 24 سالش رو عنوان مشاور ویژه خودش منصوب کرد و به این ترتیب محمد بن سلمان برای اولین بار وارد دنیای سیاست شد. 23 ژانویه 2015 ملک عبدالله ابن عبدالعزیز تو سن 91 سالگی از دنیا میره و برادرش سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه میشه. پادشاه جدید پسر مورد علاقه‌اش رو به عنوان وزیر دفاع انتخاب میکنه. محمد بن سلمان با 30 سال سن جوانترین وزیر دفاع دنیا میشه. مسئولیت هایی که پادشاه قرار بود به محمد بن سلمان بده به همینجا ختم نمیشه، ولی همه چیز باید قدم به قدم اتفاق می افتاد. باید با احتیاط حرکت می کرد تا بتونه توازن قدرت رو حفظ کنه. تو خاندان سعود سنت انتقال قدرت از برادر به برادر رایج هست. اون موقع برادر کوچکتر ملک سلمان مقرن به عبدالعزیز
به عنوان ولیعهد و جانشین پادشاه تعیین شده بود، ولی ملک سلمان بعد از گذشت 3 ماه برادر ناتنی 69 سالی خودش رو از ولیعهدی خلع میکنه. اصل 50 قانون اساسی که درباره انتخاب پادشاه عربستان سعودی هست میگه پادشاه باید از بین فرزندان عبدالعزیز بنیانگذار کشور انتخاب بشه، ولی بنا به دستور ملک سلمان این اصل تغییر داده میشه و به جای واژه فرزندان واژه نوه ها آورده میشه. با این کار ملک سلمان ممکن بود خاندان سلطنتی دچار آشوب بشه، ولی ملک سلمان خیلی هوشمندانه عمل میکنه و شاهزاده محمد بن نایف که تو حیطه کاریش شخصی موفقی هست به عنوان ولیعهد جدید تعیین میکنه. محمد بن نایف تحصیل کرده آمریکا هست و به عنوان دستیار وزیر کشور در امور امنیتی خدمت کرده و تو زمینه مبارزه با تروریسم هم اعتبار زیادی کسب کرده. محمد بن نایف تو آخرین لحظه از سوی قصدی که سازمان تروریستی القاعده برای کشتنش ترتیب داده بود با چند تا جراحت جان سالم به در میبره. یعنی تو خاندان سلطنتی و تو جغرافیای عرب شاهزاده محبوبی هست. بعد از ولیعهد شدن این شاهزاده 56 ساله به خاطر شهرتش تو خاندان کسی اعتراضی نمیکنه و علیهش حرفی نمیزنه. به این ترتیب ملک سلمان پادشاهی رو از فرزندان پادشاه فقید به نوه‌های او منتقل میکنه. با این کار قصد واقعی ملک سلمان از این کار این هست که پسر مورد علاقه خودش رو پادشاه آینده کشور بکنه. یعنی محمد بن نایف فقط مسیر رسیدن به تاج و تخت رو برای پسر ملک سلمان هموار میکنه. حالا نوبت محمد بن سلمان هست تا روی صحنه بیاد. ملک سلمان دقیقاً تو همون روزی که محمد بن نایف رو به عنوان ولیعهد انتخاب میکنه، پسرش محمد بن سلمان رو که وزیر دفاع هست به عنوان معاون ولیعهد انتخاب میکنه و بقیه پسرهاش که از دانشگاه‌های برتری مثل آکسفورد فارغ التحصیل شدن و خیلی موفق تر از محمد بن سلمان هستن رو خط میزنه. ملک سلمان نمیخواد بقیه پسرهاش که خیلی فعال و تحصیل کرده هستن پادشاه جدید عربستان بشن، چون فقط به شجاعت و عقلانیت محمد بن سلمان اعتماد داره. محمد بن سلمان پتانسیل این رو داره که در آینده مثل پدر بزرگش نسخه مدرنی از جنگجوی بیابون بشه. این دقیقاً همون چیزی هست که ملک سلمان برای عربستان سعودی میخواد. همون سال تو یمن جنگ داخلی شروع میشه. شورشیان حوثی که بزرگترین دشمن عربستان سعودی هستن شورش میکنن و دولت رو سرنگون میکنن. محمد بن سلمان به طور ناگهانی تو یمن علیه حوثی ها که تحت حمایت ایران هستن عملیات نظامی شروع میکنه و میگه ما منتظر نمیمونیم که ایران تو کشور ما جنگ رو شروع بکنه و تضمین میکنیم که جنگ تو ایران باشه و با این گفته ها سیاست تهاجمی رو دنبال میکنه. مطبوعات عربستان بعد از این اتفاق به جای صحبت کردن از محمد بن نایف درباره محمد بن سلمان صحبت میکنن. محمد بن سلمان پله های شهرت رو چند تا بالا میره. اون علاوه بر معاون ولیعهد بودن همزمان 3 تا سمت دیگه هم تو دولت داره: معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه. محمد بن سلمان با تصدی این سمت‌ها داره مسیر رو برای در دست گرفتن قدرت هموار میکنه. ارتش و اقتصاد تو دست‌های او هست. صبح روز 21 ژوئن 2017 ملک سلمان ولیعهد محمد بن نایف رو برکنار میکنه و پسر 32 ساله خودش محمد بن سلمان رو به عنوان ولیعهد جدید معرفی میکنه. محافظهای محمد بن نایف عوض میشن و همه تحرکات محمد بن نایف تو کاخ جده زیر نظر گرفته میشه و او همچنین از سمت نخست وزیری و وزارت کشور هم برکنار میشه. به این ترتیب ولیعهد جدیدی برای پادشاهی کشور انتخاب میشه، ولی انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد باعث به وجود اومدن آشفتگی و واکنش ها تو خاندان سلطنتی میشه. راست هم میگن، چون موازنه تقسیم قدرت بین اعضای خاندان سعود به هم ریخته و قدرت فقط تو دستهای ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمان هست. باید بزرگترین شاهزاده به عنوان ولیعهد معرفی بشه و محمد بن سلمان فقط 32 سال داره و همه اقوام بزرگتر و با تجربه رو کنار زده و خودش وارث تاج و تخت شده. محمد بن سلمان از این نارضایتی ها خبر داره. به دست آوردن تاج و تخت براش آسون نخواهد بود و باید راه سختی رو پشت سر بذاره. او باید علیه برادرها، پسرعموها و عموهای خودش که تاج و تخت رو به خاطر سن و تجربه حق خودشون میدونن کاری بکنه.
محمد بن سلمان با خودش میگه اینا فعلا با صدای بلند اعتراض نمیکنن، ولی بعد از مرگ پدرم اینو نمیذارن من پادشاه بشم. به این راحتی ها هم نمیشه پادشاه شد، چون واسه پادشاه شدن بعد از مرگ پدرش شورای وفاداری باید با او بیعت کنن. این مرد جوان و باهوش اگه میخواد تاج و تخت رو حفظ کنه باید کاری بکنه. شورای وفاداری هم از اعضای خاندان سلطنتی تشکیل شده و وقتش شده که محمد بن سلمان مخالفها رو به زانو در بیاره. 5 نوامبر 2017 تو هتل با شکوه عربستان ریتز کارلتون نشستی برگزار میشه. مهمونها برای ملاقات با ملک سلمان و ولیعهد محمد بن سلمان به اینجا دعوت میشن، ولی این فقط یه تله هست. نزدیک به 400 وزیر، مقام عالی رتبه، شاهزاده از خانواده خود محمد بن سلمان و تاجران ثروتمند سعودی تو این هتل زندانی میشن. اونایی هم که نیامده بودن با زور به این هتل آورده میشن و هتل تبدیل به زندان 5 ستاره میشه و بازجویی‌های غیر انسانی هم شروع میشه. همه این کارها به دستور محمد بن سلمان انجام میشه. محمد بن سلمان به طور غیر رسمی این عملیات مبارزه با فساد رو برای از سر راه برداشتن رقبای سیاسی احتمالی در راه پادشاه شدن خودش شروع میکنه. البته در بین اسامی این افراد اسم ثروتمندترین و قدرتمندترین نزدیکان ملک سلمان هم دیده میشه که پاتوقشون توالت هایی از جنس طلا هست. شروع کردن این عملیات نیاز به جسارت بزرگی داره. از جمله افرادی که برای چند هفته تو این هتل زندانی هستن پسرعموی محمد بن سلمان، شاهزاده متعب بن عبدالله رئیس گارد ملی هست و پسرعموی دیگه محمد بن سلمان، میلیاردر بزرگ شاهزاده ولید بن طلال که ریاست شرکت خدمات مالی بین المللی کینگدام هولدینگ رو بر عهده داره هم هست. در بین اسامی افراد قدرتمندی مثل شاهزاده ترکی بن عبدالله، استاندار سابق ریاض، فرزند پادشاه فقید عبدالله ابن عبدالعزیز هم وجود داره. این افراد کسانی هستند که از قدرت گرفتن سریع محمد بن سلمان ناراحت و عصبانی هستند. به ویژه اسم افراد نزدیک به ولیعهد سابق محمد بن نایف هم تو لیست دیده میشه. شاهزاده عبدالعزیز پسر فؤاد پادشاه سابق هم به خاطر مقاومت کشته میشه. اونها برای اینکه بتونن از هتلی که توش زندانی هستن سالم و زنده بیرون بیان باید قراردادی رو امضا کنن. به دستور ولیعهد محمد بن سلمان این افراد بعد از اینکه کنترل بخشی از کسب و کار خودشون رو به دولت واگذار بکنن و یا در قبال بخشش میلیاردها دلار به دولت آزاد میشن. مقامات سعودی میگن که در جریان این عملیات بالغ بر 107 میلیارد دلار کشف و به خزانه دولت برگردونده شد. این اولین بار هست که مردم عربستان شاهد محاکمه شاهزاده ها به اتهام فساد هستند و از این ایده خوششون میاد. شاهزاده منصور ابن مقرن برادرزاده ملک سلمان و پسر ولیعهد سابق که ملک سلمان از ولیعهدی برکنارش کرده به خاطر ارتباطات زیادی که توی خاندان سعود داره صاحب جایگاه مهمی هست. به همین خاطر باید پاکسازی بشه. او همچنین مشاور ولیعهد سابق محمد بن نایف هم هست. تو همون روز عملیات مبارزه با فساد هلیکوپتر حامل شاهزاده منصور ابن مقرن سقوط میکنه و شاهزاده جوان جونش رو از دست میده. برگردیم به عملیات دیگه که تو همون روزها انجام میشه. به رئیس جمهور لبنان سعد حریری اعلام میشه که باید تو جلسه‌ای با محمد بن سلمان شرکت کنه. سعد حریری تو تاریخ 4 نوامبر 2017 پس از رفتن به ریاض تو برنامه زنده‌ای که از شبکه کشور عربستان پخش میشه حاضر میشه و ناگهان به طرز مشکوکی استعفای خودش رو میخونه. تو این کار هم محمد بن سلمان نقش داره که از دست حریری عصبانی هست که چرا در برابر حزب الله لبنان واکنش نشون نداده. ولیعهد که برای به دست آوردن تاج و تخت هر راهی رو جایز میدونه داره چهره بیرحم خودش رو به همه نشون میده. دیگه هیچکس در برابر قدرت محمد بن سلمان مسئولیت نداره، حتی اونهایی که تو رأس قدرت هستن. محمد بن سلمان جو بی سابقه از رعب و وحشت رو تو عربستان به وجود میاره، ولی شاهزاده محمد بن سلمان دیکتاتور چهره دیگه‌ای هم داره. شاهزاده محمد بن سلمان اصلاح طلب. محمد بن سلمان جنبش اصلاحات اجتماعی رو با برنامه چشمانداز 2030 شروع میکنه که قرار جامعه عربستان رو مطابق با دنیای مدرن از دوباره شکل بده. محمد بن سلمان به همه دنیا اعلام میکنه که قرار شهر نئوم تو بیابونی دور افتاده تو نزدیکی دریای سرخ ساخته بشه. شهر آینده نگری که بنا به گفته شاهزاده خیال پرداز قرار جذابترین محل زندگی روی کره زمین باشه و اقتصاد کشور رو از وابستگی بیش از حد به نفت نجات بده.
شهری که قرار تعداد ربات‌هاش از تعداد آدم‌هاش بیشتر باشه. ولیعهد محمد بن سلمان با وعده نابودی فوری افکار رادیکال تو کشورش و بازگشت به اسلام میانه رو همه دنیا رو شگفت‌زده میکنه. ولی یه مانع بزرگ جلوی او وجود داره: عربستان سعودی و یا به عبارت دقیق‌تر روحانیون سختگیر. برای اینکه ولیعهد بتونه کاری که میخواد رو انجام بده، باید این روحانیون رو از سر راه کنار بزنه. محمد بن سلمان باید بتونه با حرکتی هوشمندانه دو نهادهای قدرت این روحانیون محافظه‌کار رسوخ کنه. ولی اگه این کارو بکنه، باید رویای پادشاه شدن رو تو خواب ببینه. ولی این اتفاق نمیفته، چون این شاهزاده آزادیخواه که خواهان اصلاحات هست، به هر حال از طرفی همونطور که محمد سلمان معتقده، نسخه مدرنی از آقای جنگ‌های بیابونی هست. میدونه چجوری به خواسته خودش برسه. اولین کاری که میکنه این هست که خیلی از روحانیون معروف رو دستگیر میکنه. روحانیون مشهور دنیای عرب، سلمان العوده و شیخ عائض القرنی هم جز این روحانیون هستن. اگه باور بکنن که این روحانیون قراره در برابر اصلاحات دهنشون رو ببندن، اونها رو آزاد میکنن. ولیعهد محمد بن سلمان میگه 70% مردم عربستان زیر 30 سال سن دارن و اگه راستش رو بخواین، ما 30 سال از عمر شما رو برای مبارزه با افکار افراطی هدر نمیدیم، بلکه اون افکار رو فوراً همین امروز نابود میکنیم. تا به حال هیچ یک از رهبران سعودی به مردم چنین قولی ندادن. دولت اعلام میکنه که مردم عزیز عربستان، اختیارات پلیس مذهبی که خیابون به خیابون میگرده تا جلوی گناه رو بگیره لغو شده. این گام واسه کشوری مثل عربستان سعودی گامی خیلی بزرگی هست و ادامه هم داره. همه سینماها که از چند دهه پیش تو عربستان تعطیل شدن، حالا یکی یکی باز میشن. تو کشوری که با شریعت داره اداره میشه و گفته میشه موسیقی مضر هست و پلیس مذهبی جلوی پخشش رو میگیره و حتی یه آهنگ هم پخش نمیشه، حالا تو کافه ها موزیک پخش میشه. برای اولین بار تو کشور جشنواره موسیقی جاز برگزار میشه که زنها و مردها با هم تو این جشنواره شرکت میکنن. عربستان سعودی تو زمینه برابری جنسیتی یکی از کشورهای عقب مونده تو دنیاست. شاهزاده محمد بن سلمان شروع به اعطای حقوق و آزادی‌های بیشتری به زنها میکنه. به لطف اصلاحات شاهزاده محمد بن سلمان، زنها دیگه میتونن رانندگی کنن بدون اجازه، ولی قانونی بیرون برن، کار کنن، کسب و کار خودشون رو داشته باشن، تو رویدادهای ورزشی شرکت کنن و حتی به ارتش بپیوندن. ولیعهد سنت ها رو میشکنه و تو سبک زندگی مردم تغییرات اساسی به وجود میاره. علیرغم پیام ولیعهد به کل دنیا که ما در حال بهتر شدن هستیم، اتفاقی میفته که همه دنیا و اعتبار ولیعهد رو نابود میکنه. روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقچی، به قول پادشاه سابق عربستان عبدالله ابن عبدالعزیز، جمال خاشقچی مهمترین روزنامه‌نگار تو عربستان سعودی هست و او همچنین به عنوان مشاور مطبوعاتی ترکی فیصل، رئیس سابق اطلاعات هم فعالیت کرده. در دوران ولیعهدی محمد بن سلمان، خاشقچی به مدت 9 ماه از توییت کردن و به اشتراک گذاشتن توییت هاش منع میشه، چون قلمش تند و انتقادی هست. حکم عدم فعالیت او صادر میشه. خاشقچی که دیگه اجازه نداره تا افکارش رو توی کشور بیان کنه، تو سپتامبر 2017 عربستان رو ترک میکنه و به تبعید خود ساخته تو آمریکا تن میده. حالا آزاده که هرچی میخواد بنویسه. تو واشنگتن پست تو ستونهای به ویژه در انتقاد از ولیعهد محمد بن سلمان چیزهایی مینویسه. خاشقچی میگه خونه، کار و خانوادم رو ترک کردم، ولی الان میتونم اعتراضم رو اعلام کنم. سعود القحطانی یکی از مشاورهای ارشد محمد بن سلمان هست. یه روز با خاشقچی تماس میگیره و بهش میگه شما هنوز یه روزنامه‌نگار محترم تو عربستان هستین. به شما اجازه بازگشت به عربستان و فعالیت تو اینجا داده میشه و حتی بهش پیشنهاد کار به عنوان مشاور تو دستگاه سلطنتی رو هم میده. سعود القحطانی یکی از افراد مورد اعتماد ولیعهد همون کسی هست که به بازجویی‌های هتل ریتز نظارت کرده. او یکی از مخوفترین مقامات عربستان سعودی هست. او همچنین کسی هست که مطبوعات عربستان رو هم کنترل میکنه و حتی خیلی واضح اعلام میکنه که یه لیست سیاه برای ساکت کردن مخالفها ایجاد کرده. جمال خاشقچی میدونه که این یه تله هست و اگه به کشورش برگرده دستگیر میشه. پس پیشنهاد رو قبول نمیکنه و میگه من به عربستان بر نمیگردم و چیزی که باید میشد اتفاق میفته. 2 اکتبر 2018 جمال خاشقچی که به ترکیه اومده برای ازدواج کردن با نامزدش خدیجه چنگیز
نیاز به یه برگه رسمی از طرف دولت عربستان داره. خاشقچی واسه یه هفته بعد از کنسولگری عربستان تو استانبول برای 2 اکتبر قرار ملاقات میگیره. روز قرار با نامزدش به در کنسولگری میره و گوشیش رو به نامزدش میده و تنهایی وارد کنسولگری میشه. با اینکه ساعت‌ها میگذره، جمال خاشقچی از کنسولگری بیرون نمیاد. نامزدش تا نیمه شب منتظر خروج جمال خاشقچی میمونه و بعد وضعیت رو به پلیس گزارش میده. مقامات ترکیه حادثه رو پیگیری میکنن و حقایق یکی یکی فاش میشه. تو همون روز 15 مأمور از کارکنان اطلاعاتی و امنیتی عربستان با هواپیمای شخصی که دولت عربستان اغلب ازش استفاده میکنه وارد استانبول میشن. واسه تو طلا انداختن جمال خاشقچی درست 3 ساعت قبل از قرار ملاقات جمال خاشقچی به کنسولگری میرن و دوربین ها رو خاموش میکنن. توی این جنایت محافظ سلطنتی ماهر عبدالعزیز مطرب هم حضور داره که ولیعهد محمد بن سلمان رو توی سفرهای خارجیش همراهی میکنه. همچنین صالح محمد الطبیقی متخصص آسیب شناسی پزشکی قانونی وزارت کشور عربستان هم به عنوان تمیز کننده صحنه جنایت و سربنیز کردن شواهد حضور داره. اونها مردی رو پیدا میکنن که شباهت زیادی به جمال خاشقچی داره، محمد المدنی. مقامات ترکیه ادعا میکنن که جمال خاشقچی داخل کنسولگری کشته شده، هرچند نمیتونن جسد رو پیدا کنن. دولت عربستان کشتن جمال خاشقچی رو انکار میکنه. اونا ادعا میکنن که محمد المدنی، همون کسی که لباسهای جمال خاشقچی رو پوشیده و از کنسولگری بیرون اومده، همون جمال خاشقچی هست. ببینین، کسی که میگفتین مرده زنده از کنسولگری بیرون رفته. سازمان میت، سازمان اطلاعات ملی ترکیه، تو مدت زمان کوتاهی جریان قتل رو کشف میکنه. مردی که دولت عربستان سعی میکنه به عنوان جمال خاشقچی جا بزنه، یادش میره که به جای کفش‌های خودش کفش‌های خاشقچی رو بپوشه. سوار تاکسی میشه و به میدان سلطان احمد میره و اونجا تو سیل جمعیت گم میشه و بعد تو توالت یه مسجد لباسهای خودش رو دوباره میپوشه. همچنین سازمان اطلاعات ترکیه مکالمات داخلی کنسولگری رو شنود میکنه و صداهای ضبط شده ترسناکی به دست میاره. کسی که از طریق تماس تصویری حکم مرگ رو صادر کرده کسی نیست جز سعود القحطانی، همون مشاور ارشد محمد بن سلمان که به جمال خاشقچی زنگ میزنه و ازش تقاضای بازگشت به عربستان رو میکنه. دولت عربستان بعد از 18 روز انکار بالاخره اعلام میکنه که این روزنامه‌نگار تو دعوای داخل کنسولگری جونش رو از دست داده. رجب طیب اردوغان رهبری اعتراضات علیه قتل جمال خاشقچی رو بر عهده میگیره و میگه این قتل برنامه‌ریزی شده هست و مسئولین ارشد دولت عربستان دستور کشته شدن جمال خاشقچی رو صادر کرده بودند. اردوغان پرونده قتل خاشقچی رو با جدیت تو ترکیه پیگیری میکنه و به رسانه‌های بین‌المللی درباره جزئیات ترسناک قتل جمال خاشقچی اطلاعات میده و با این کارها عربستان سعودی رو خشمگین میکنه. عربستان به طور غیر رسمی محصولات ترکیه رو تحریم میکنه. صادرکنندگان ترک تو گمرک عربستان با مشکل برخورد میکنن. حالا بریم سراغ نقش ولیعهد محمد بن سلمان تو این قتل. تو گزارشات سیا گفته شده که محمد بن سلمان دستور قتل جمال خاشقچی رو داده، ولی ولیعهد هر گونه نقش داشتن تو این قتل رو رد میکنه. شاهزاده محمد بن سلمان تو ساعت قبل و بعد از قتل خاشقچی حداقل 11 پیام با سعود القحطانی رد و بدل میکنه. القحطانی 1 سال پیش تو پیام‌هاش به محمد بن سلمان این جملات رو نوشته: آیا شما فکر میکنین من بدون رهبر میتونم سرم رو تکون بدم؟ من یک مأمورم که فقط اوامر رو اجرا میکنم. ولیعهد من شاهزاده محمد بن سلمان هست. هرچند محمد بن سلمان قتل خاشقچی رو انکار میکنه، ولی بعد از این قتل اعتبار ولیعهد تو دنیا از بین میره. پس از فشارهای بین‌المللی دادستان‌های عربستان 11 فرد ناشناس رو به اتهام دست داشتن تو قتل خاشقچی محاکمه میکنن و اعلام میکنن که 5 نفر رو تو ژانویه 2019 اعدام میکنن. ولی این فقط رژه‌ای برای عدالت هست. هیچ کدوم از دادستان‌های عربستان نمیتونن قراری صادر کنن که توش حتی کوچکترین اشاره‌ای به اسم محمد بن سلمان شده باشه. در واقع دستیاران ارشد ولیعهد که تو حادثه قتل جمال خاشقچی دست داشتن تبرئه میشن و کسایی مثل سعود القحطانی که فرمان قتل رو با تماس تصویری دادن هم هیچ وقت دستگیر نمیشن و فقط از مقام رسمی خودشون برکنار میشن. در بین کسایی که تو عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقچی محاکمه میشن، هیچ اسمی از کسایی که ترکیه اونها رو مظنون اصلی قتل میدونه آورده نمیشه. همچنین مجازات اعدام 5 مظنون این قتل عفو میخوره و تبدیل به حبس میشه. بلافاصله پس از قتل جمال خاشقچی، جو بایدن تو مبارزات انتخاباتی سال 2019 میگه دولت عربستان باید بهای این قتل رو بپردازه و من اونها رو رسوا خواهم کرد.
محمد بن سلمان هم میگه برام مهم نیست، بایدن بهتره که به منافع آمریکا فکر کنه. وقتی بایدن سر کار میاد، گزارش اطلاعاتی درباره قتل جمال خاشقچی رو که سیا و دولت ترامپ در رابطه با قتل جمال خاشقچی جمع کردن ولی دولت ترامپ این اطلاعات رو علنی نکرده منتشر میکنه. ولیعهد محمد بن سلمان برای اینکه مردم جریان قتل جمال خاشقچی رو فراموش بکنن به مدت 2 سال تو انظار عمومی ظاهر نمیشه. سیاست خارجی دنیا مبتنی بر محاسبات قدرت و منافع ملی هست. خیلی از رهبران دنیا در راستای منافع ملی کشورشون رفتار میکنن. محمد بن سلمان مرد باهوشی هست و منتظر میمونه تا همه چیز به حالت عادی برگرده. بالاخره محمد بن سلمان یک برگ برنده بزرگ تو دستش داره. اون هم نفت هست. وقتی آمریکا روسیه رو تحریم میکنه، قیمت جهانی نفت بالا میره و این باعث میشه تا جو بایدن محتاج محمد بن سلمان بشه. دولت آمریکا از عربستان درخواست افزایش تولید نفت رو میکنه، ولی محمد بن سلمان به تماس‌های تلفنی جو بایدن جواب نمیده. همچنین اعلام میکنه که شرکت بزرگ نفتی آرامکوی عربستان با چین قرارداد پالایشی بسته. بایدن که 3 سال پیش گفته بود عربستان باید بهای این کار یعنی قتل خاشقچی رو بپردازه، مجبور میشه تا از موضعش عقب نشینی بکنه و دیگه وقتش رسیده که ولیعهد محمد بن سلمان آمریکا رو وادار کنه تا بهای اون حرفهای بایدن رو بپردازه. بایدن سیاست خودش رو درباره عربستان کاملا عوض میکنه. سال 2020 با ولیعهد محمد بن سلمان دیدار میکنه. در حالی که فقط چند سال از قتل جمال خاشقچی میگذره، ولیعهد محمد بن سلمان دوباره اعتبار و شهرت خودش رو به دست میاره. این بود داستان پر از فراز و نشیب سعود، ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان. وقتی پدر 86 سالش ملک سلمان فوت بکنه، ولیعهد بر تخت پادشاهی خواهد نشست که از قبل داره این پادشاهی رو اداره میکنه. آیا محمد بن سلمان از دید اخلاقی رهبر خوبی هست؟ به نظر من محمد بن سلمان دیکتاتوری هست که پتانسیل سوء استفاده از قدرت رو داره. هرچند که تمام تلاشش رو کرد تا عقب نشینی بکنه و آبرو و اعتبار از دست رفتهش رو دوباره به دست بیاره و اینکه در راستای مدرن سازی کشور حقوق زنها رو بهشون بده و تو کشوری مثل عربستان سعودی اصلاحات غیر قابل تصوری انجام بده. اگه از سوابق حقوق بشری محمد بن سلمان بگذریم، ظهور محمد بن سلمان احتمالاً یکی از بهترین اتفاقهایی است که تو کشوری مثل عربستان سعودی افتاده. محمد بن سلمان کسی هست که واقعاً میخواد اوضاع بعضی چیزها رو تو عربستان عوض و بهتر کنه. ببینیم بعد از اینکه محمد بن سلمان پادشاه عربستان میشه، این کشور تو عرصه جهانی قراره چه نقشی رو بازی کنه، یا اینکه محمد بن سلمان اصلاً میتونه پادشاه عربستان بشه. همه با هم خواهیم دید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.